درایو دامپو سری FC302 با ایراد ارتباط پیش ما اومده بود، تعمیرش انجام شد. بریم یه تست ازش بگیریم. برای ران کردنش حتما باید پایه 12 و 31 جامپر بشه و توی منو وارد کویک منو که بشیم، کویک ستاپ، اگر بخوایم با هندان استارتش کنیم، ترمینال 27 دیجیتال اینپوت رو بعد نو اپریشنش کنیم تا بتونیم با چیپد قسمت هندان استارتش کنیم. یه استارت ازش بگیریم هندان. $1141 الان